این فصل میخواد به ما کمک کنه تا اشتباهاتمون رو پیدا کنیم. هر فردی یه سری رفتارها و طرز تفکر مخصوص داره که به صورت تکراری در فرد اجرا میشه و در نحوه معامله‌گری فرد اثر میذاره و دخالت میکنه. شما به عنوان یه معامله‌گر باید از خودتون سوال کنید که چه رفتارهایی در تریدینگ روی شما اثر منفی میذاره و کارنامه‌تون رو خراب میکنه. در اینجا لیستی تهیه کردیم از رفتارهایی که میتونه مداخله کنه با موفقیت در معامله‌گری و گفته این لیست رو بخونید و هر کدوم به شما میخوره علامت بزنید تا واضح بشه براتون. رفتارهای منفی و تخریبی در معامله‌گری: بیش از حد قابل قبول بودن از نظر مدیریت مالی و به طور بی برنامه ترید را باز کردن، تردد در معامله‌گری، باز نکردن یک ترید و شک کردن، عجله بیش از حد در